پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن سیاتی علی امتی زمانون، یک روز در آینده فرا میرسه برای پیروای من که به حد اسلام در روی عذاب و امتحان میبیا، سنت من خار میشه. ای حضرت چیکار کنیم؟ گفت در وقت خار شدن سنت من شما اگر یک سنت من از زنده کنه اجر 100 شهید میگیره. در همین حالت خیلی سنت پیغمبر پامالای و جوانمردای هستن که با عقیقه میکنن، فرهنگ رسول اکرم زنده میکنن. اولین انسانی که در سینی 86 سالگیش خوش به تیشه دست توی سنتی کرده این بابامون ابراهیم است. پیغمبر با خدا با پیغمبرش گپ میزنه که حبیب محمد صلی الله علیه و سلم لو ان اولکم و آخرکم، اول شما آخر شما، انس شما جین شما، دانشمند شما جاهل شما، دارنده شما فقیر شما، نیرومند شما به نیروی شما اگر جمع شوه یگان کس رزق کم کرده نمیتونه، یگان کس رزق زیاد کرده نمیتونه، یگان مخلوق خلق کرده نمیتونه و برای مخلوق اجل و هوا و عمر مقرر کرده نمیتونه. حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بحر دیدگی هستی، اگر در داخل بحر یک سوزن پرت یا مخلوق از همون سوزن بردار و تماشا کنه، چنقه بحر همون سوزن آوشه جمع میکنه. گو هیچی، گو حالی مخلوقان هیچ رحمت من نمیدونن، ولی هیچ را ندیدیم، ولی هیچ را نمیدونن. گوشانه که رحمت من ای غضبم بالا ای رحمتم خلق کردم. هر یک آدم دیجا ششتگیه این امضای خدا است. هر آدمی رو روش نگاه میکنه امضای خدا رو به یاد بیاریم. من این دوست رو یکم امضای خدا بود خانیش ما آمد. هر کس امضای خدا رو حرمت نمیکنه و انسان نیست. هر یک ما مهر خداییم. برای هر یک ما حدیث امام طبرانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ملائکه هست که وظیفه‌دار خلق آدم خلق میکنه، راست میکنه، زیر عرش خدا میرفته سجده میکرده، میگه پروردگارا نرینه خلقش کنم یا مدینه، بچهش خلق کنم یا دختر، امر میشه فلان نقطه رو همونجا در سجده کن، دیگر ملائکه میبیاره همون خطی که اون نره اومده. هر یکی ما با یک سجده خدا به دنیا اومدگیم، اما محیطی بعد، رفیقی بعد، آیلهی بعد، پدری بعد، مادری بعد، برنامهی بعد ما را از همون خدا دور میکنه. اینجا ده هیچ کس آیین خدا را گناهگار کرده نمیتونه. گناهگار محیط خمونه، گناهگار نفس خودمونه، گناهگار اختیار خمونه. در بین 18,000 عالم یگانه مخلوق آدمه که خدا برای او اختیار داده گیه، دیگر یگان چیز اختیار نداره. همه چیز در اساس گن، در اساس انمو غریزه، در اساس شهوات نفس خود زندگی میکنه، مگر آدم که خدا برای او اختیار داده. من اختیار داد ماده، ما خودمان اسلام برگزیدیم، الحمدلله مسلمانیم. امروز اما 2.5 میلیارد مسیحی هم و اختیار کردیم. امروز خود میدانه که 15 میلیون یهودی هست، 1 میلیارد زیاد قریب 2 میلیارد مقصد دیگه بودایی بود پرست هست، 1.5 میلیارد مسلمان هست. هر کس به اندازه دین خودش، به اندازه اختیار دینش انتخاب میکنه. برای همین در اساس انتخاب خودمون خدا در حق ما قضاوت میکنه. امروز خدا در حق ما قضاوت کرده که ما مسلمانیم، در عقیقه اشتراک کردیم. این بسیار نعمتی بزرگه، به اختیار خودمونه. دین خدا مجبوری نیست. در یگان جای قرآن نیامده که پیغمبر مردم مجبوری جنت بیاد. در یگان جای قرآن نیست که پیغمبر مردم مجبوری دوزخ بر. ای بلوغش که رسمش نصیحتش که قبول کرد نور علا نور، قبول نکرد اصلا غم نشو، اصلا دلگیر نشو. من نیاوردم میگه این قرآن که تزیق شوی. من همینجا اومدیم عقیقه رو خوردیم، شیشتیم، راحت کردیم. اگر نیستیم ما به نماز هم باشیم خیالی کردیم که حکمت خدا کم بغل بشوه.
اگر نیست ما پروای پیغمبر هم نداشته باشیم پیغمبر آبروش گم میشود. اگر کل زمین خدا در حکمتش سر خم نکنه با چشم سر من حکمت خدا را بینه. من با چشم سر دیده است حکمت خدا را. اگر همه ما در اینجا نماز نخونیم جمعه نخونیم حکمت خدا را به چقدر آباده. حتی پیغمبر طایف میروند پیغمبر ضرب و دشنام خودی ای طایف بیرون میکنه. خدا وعده میکنه که حبیبم اگر آدما تو را حرمت نکنه ایمان نبیارن دعا که همش نصف میکنم من برای تی جین ها را وظیفه دار میکنم دینی تو را پیش میبرم. ما نکردیم دیادا میکنم. کی میگفت که در این سرزمین ما روز میبیاییم عقیقه جشن میگیریم؟ کی میگفت را؟ این قلم تقدیره. ولی بعد 50 سال ای پشت ما نسل به بنیاد میشه که این سرزمین ها را به دین خدا آباد میکنم. پیغمبر طایف رفت بعد از او گفتن طایف در حقش دعای بد کن. دیگر پیغمبرها در حق این طایف دعای حق مردمش دعای بد کردگیان. گفتن تو دعا نمیکنی که غمو دادن؟ گفت نه من دعا میکنم که پروردگارا ای پشت مردم طایف مردمی رته که خدمت دین خدا را کنم. ای پشت و نسلای آمدن که اسلام بخارا آوردن. ای مردمی طایف مردمای آمدن صحابه هایی که اسلام آوردن در بیابانای اروپا برده رساندن. برای همین ای پشت مالی نسلای به دنیا میبیا که در اسلام را خدمت میکنن. این همین جمعه ما شیشتیم برای ما یکی از بزرگترین فرهنگ این فرهنگ حضرت ابراهیم است. 10,000 سال پیش آمد این خانه را ساخت رفت. 10,000 سال ده شما میدانید چقدر امپراتورها نصف رفتن. ایوایو چیزی باقی نمونده. اما از بابامون پدرمون ابراهیم انا این برای ما و شما فرهنگ زنده مانده. این مومنین خدا را بین در اطراف این ثروتمندم هست فقیرم هست دارندم هست نادارم هست بیمارم هست. حتی میدانه که پادشاه و سلطانهای دنیا در گردی میدوان گریه میکنن. این حکمت خدا هست. کلمت الله هی علیا. میگه سخن من خدا میگه در همه جا بلنده. برای همین ما بنده های خداییم. ما امت های رسول اکرمیم. امروز من از سنت پیغمبر امک زنده کرده. در بین ما هم مظلومی هست که به برکت او گناه های ما بخشیده می شود. در اینجا یک انسانی هست که شب بخاطر خدا گپ میزنه. در اینجا انسانی هست که شب طرف حکمت خدا دست می برداره. ما را نمیشناسیم. به واسطه برکت او الله جل و علا شانه در وجود ما در شیشتن ما در این معرکه ها فیض و فتوحات و برکت میتید. 5 چیز طرف مادر میره برادرها. علماها در کتابا وصف میکنن 5 چیز طرف مادر میره: خون، موی، روی، اندام، علم و اخلاق یک جایه. این طرف مادر میره. من خصوصا منطقه های شما اصفرا و همون منطقه های مردمی کانی بادام خیلی مردمی به اخلاق میبینم. معلومه که همه اوچهای خوب داره. مادرای شما مادرای خوبه. در دومن اینقدر مادر آدمای با اخلاق به دنیا آمدگی هست. هر کسی اخلاق داره وای بوی میشوه. این حدیث رسول اکرم است. شما گمان نکنه که نماز خوان بوی میشوه. شما گمان نکنه حج را بوی میشوه. پیغمبر گفت کسی با اخلاق و تمیز و تربیت است خدا در زندگی خاندان برکت میتیه. من همین مردمایی هستم و ما یگان گر در دین نزدیکی ندارن و یک پیغمبری ما دا باور ندارن. ای روی اخلاق و تربیه و تمیز انسانی بینه کشوراشون چقدر پیش رفته. کشورها پیش رفته. اما مردمایی هستن نماز میدونن، قرآن میدونن، سنت میدونن، همه چی رو میدونن، اما تمیز و اخلاق و تربیت ندارن. بینه که خودشان قدی همون منطقه هاشون خار و ذلیلن.